آمارها 1.9 میلیون طفل در افغانستان گفته میشه بر اساس این آمارها که کار میکنه، یعنی کار چایلد لیبر در چایلد لیبر هست. از 1.9 میلیون طفل 1.3 میلیون طفل کسانی هستند که کار شاقه انجام میده و این کار شاقه در قوانین افغانستان، در استراتژی ها و پالیسی افغانستان من قرار داشته که به صورت جدی شما ببینید در کد جزای افغانستان بر از این جرم پیش بینی شده. میخوایم بیچاره به بدن کار کنه، حقوق دارم شم به ملت یک چیز شم که مادر من جمع کنم امی کشور به کشور چیز شم.